سلام، به گیگلینگ خوش اومدید. امشب میخوایم با هم یکم راجع به هالووین صحبت کنیم. اما قبلش لازمه که بدونید عکسایی که توی این پست استفاده شده شاید برای بعضی از بچه‌ها مناسب نباشه. لطفاً بهش دقت کنید. هالووین به معنای شب قدیسانه. جشنیه که در 31 اکتبر برگزار میشه. توافق نظر رایج اینه که بسیاری از سنت‌های هالووین برگرفته از مراسم‌های فصل برداشت محصول هستش. معمولاً از چند هفته قبل از هالووین وسایل مورد نیاز این مراسم توی همه فروشگاه‌ها موجوده. اول از همه بریم سراغ کدوی هالووین که یکی از نمادهای خیلی مهم هالووینه و معمولاً هر خانواده ای رو که میبینی توی فروشگاه یه دونه کدو برداشته و آماده است که بره و درستش کنه. بعد از اون میریم سراغ لباسهای خاص و گاهی هم ترسناک. روز هالووین بچه‌ها و حتی کادر مدرسه و معلم‌ها با لباسهای خاصی توی مدرسه حاضر میشن و حسابی خوش میگذرونن. بعد از مدرسه که بچه‌ها اومدن خونه یکم استراحت میکنن و با تاریک شدن هوا وقت تریک و تریته که شاید یه چیزی شبیه قاشق زنی خودمون باشه. بچه‌ها لباسای خاص خودشون رو میپوشن، صورتاشون رو میکاپ میکنن و میرن دم هر خونه‌ای که تزیینات هالووین داره و البته چراغش روشنه. بچه‌ها معمولاً با خودشون یک کیسه یا سطل میبرن و وقتی که در خونه رو زدن صاحبخونه با لباس خاص و گریمش در رو باز میکنه و بچه‌ها با گفتن تریک و تریت و صاحبخونه هم با گفتن هپی هالووین و گذاشتن چند تا شکلات یا خوراکی درون کیسه یا سطلشون اونا رو همراهی میکنه. خب بعدش بزن بریم خونه بعدی و این داستان تا چند ساعت ادامه پیدا میکنه. البته اینجا بسته به سلیقه صاحبخونه ها با مدل های متفاوتی روبرو میشیم. بعضیا چراغ جلویی خونهشون خاموشه که خب یعنی توی مراسم شرکت نمی کنن. پس بچه ها نباید زنگشون رو بزنن. بعضیا هم جعبه شکلات و خوراکی هاشون رو میذارن پشت در و روش می نویسن لطفاً یه دونه یا 2 تا یا 3 تا بردارین، چون شاید مجبورن که خونه نباشن یا حتی حوصله ندارن چندین بار در طول این چند ساعت هی در رو باز کنن و برن و بیان. بعضیا کارهای خلاقانه و جالبی میکنن، مثل این خونه که چند تا صندلی جلوش گذاشته بودن با یه عالمه کتاب و شکلات و نوشته بود هر کس میتونه به همراه شکلات یک کتاب هم برداره. یه سری خونه ها هم مراسمشون رو حسابی با شکوه و ترسناک برگزار میکردن، جوری که حتی نه خود بچه ها بلکه پدر مادرشون هم زهره ترک میشدن. ساعت نزدیک 9 که میشه کم کم چراغ خونه های تزیین شده هم خاموش میشه یا پشت درشون نوشته ای میذارن که یعنی شکلات هامون تموم شده. کم کم سر و صدا تو خیابونا کم میشه و این یعنی وقت خداحافظی با هالووین امساله. پس خوشحال و شاد با کیسه‌ای پر از شکلات و خوراکی برمیگردیم تا سال بعد و هالووین بعدی.